اگه فکر میکنی یادگیری زبان فقط کلاسای خشک و کتاب و اینجور چیزاست، بذار یه چیزی بهت بگم. زامبیا هم یه زمانی آدم بودن و اگه جوئل و الی تونستن تو آخر زمان دووم بیارن، تو هم میتونی با سریال زبانتو تقویت کنی. Is it hard? Knowing they were people once? یه سریال جدید، یه دنیای جدید. امروز قرار با هم دیگه شیرجه بزنیم توی سریال جذاب و چند تا جمله قشنگ انگلیسی رو یاد بگیریم. سلام، من میلاد فرشپور هستم، مدرس زبان انگلیسی و آیلتس. Ready mate؟ سریال The Last of Us بر اساس یکی از محبوب ترین بازی‌های ویدیویی تاریخ ساخته شده. داستان آخرزمانی داره، ولی بچه‌ها تمرکزش فقط روی زامبی و ترس و اینجور چیزا نیست. اینجا با یه دنیای خالی از انسانیت قرار روبرو بشیم. روابط انسانی خیلی عجیبی رو قرار ببینیم و جملات خیلی خوبی رو قرار بشنویم که میتونیم باهاشون زبان انگلیسیمون رو تقویت بکنیم. این سریال که سریالی که من خیلی دوستش دارم و اینکه درسته میگن از روی بازی کامپیوتری ساخته شده و بازی کامپیوتریش خیلی بهتر از خود سریالش هست، ولی بازم چیزی از خود بازی کم نداره. سریالش خیلی خوب ساخته شده. بچه لهجه سریال امریکنه و سطح زبان سریال هم خیلی متوسطه، یعنی اصلا بالا نیست. هر فردی با هر سطح زبانی میتونه سریال رو مشاهده بکنه. حتی اونایی که سطح زبانشون هم پایین باشه با زیرنویس فارسی یه چیزایی از خود سریال رو متوجه میشن. یه چیزی که تو این سریال خیلی برای من جالبه بحث چرخه خشونته که این هیچ موقع تموم نمیشه، فقط انگار از آدما با آدم دیگه منتقل میشه. یعنی تو فکر میکنی تو این سریال فقط زامبیا دشمن تو هن، ولی بچه واقعا اینطوری نیست. حتی آدما هم میتونن دشمن تو باشن تو این سریال. که بریم سراغ این که ببینیم چرا این سریال برای یادگیری زبان خوبه. گفتگوها طبیعیاً حالت محاوره دارن. این دقیقاً همون چیزی که ما دنبالشیم توی سریال. پر از کلمات و جملات احساسی توی سریال گفته میشه، پس دقیقاً توی ذهن ما میتونن این جملات بشینن و اینا رو یاد بگیریم. سرعت صحبت کردن توی این سریال به طور عجیبی بچه‌ها متعادله، یعنی نه تنده نه کنده، خیلی نرماله و تو سریال‌های آمریکایی این خیلی کم پیدا میشه. و البته صداگذاری و موسیقی سریال هم که اصلا دیگه حرفی واسه گفتن نمیذاره، فوق العاده است، خودمون میدونیم اینو. حقیقتش بخوایم بدی توی سریال پیدا نکردم جز اینکه یه خورده میتونه ترسناک یا خورده چندشاور باشه برای بعضیا، ولی همه چیز سریال کاملا درست و خوب و مناسب برای یادگیری زبانه. خب حالا بریم سراغ اون 5 تا جمله طلایی که قرار امروز دل ما رو قشنگ بلرزونه. 5 تا جمله خوشگل براتون انتخاب کردم که با هم دیگه ببینیم، لذتش رو ببریم و یه چیزی هم از توش واقعا یاد بگیریم. خیلی اوقات از همین جملات کوچیک ما میتونیم تلفظ خوب یاد بگیریم، کلمه خوب یاد بگیریم، یه گرامر جدیدی یاد بگیریم. یعنی هم داریم سریال میبینیم هم داریم در کنار زبان میبینیم. خب بریم سراغ جمله اول. People are making apocalypse jokes like there's no tomorrow. میگه people are making apocalypse jokes like there is no tomorrow. عجب جمله‌ایه. People are making apocalypse jokes like there is no tomorrow. بچه‌ها اول از همه یه کلمه اینجا داریم به نام آخرالزمان یا قیامت به نام apocalypse. اصلا میدونم نوشتنش رو نگاه کن، اصلا دیکتش هم یه جوریه. apocalypse یعنی آخرالزمان، jokes هم که به همون معنی جوک میمونه. like there is no tomorrow. tomorrow نیستا، tomorrow. So اینجا بریم راجع به کلمات با هم صحبت بکنیم. اول تلفظ کلمه آخر زمانه. apocalypse. یه فیلم هم فکر کنم راجبش داریم، یعنی یه فیلم با همین اسم است که عجب فیلمیه، مل گیبسون ساختتش اگر اشتباه نکنم، خیلی قدیمیه. ولی میگه like there is no tomorrow. بچه ما اینو زمانی استفاده میکنیم از این اصطلاح که انگار دیگه فردایی وجود نداره. like there is no tomorrow. people are making apocalypse jokes یعنی میگه مردم یه جوری دارن جوکای آخر زمانی میگن که انگار فردایی وجود نداره، داره تیکه میندازه. ما همین الان تو آخر زمانیم دیگه چیه دیگه همه زامبی شدن، چیکار باید بکنیم؟ اولین گرامرش people are making، این are making اما ایزو are به اضافه ing که زمان حال ساده است. people are making یعنی تو الان داره اتفاق میفته. بعد میگه like there is no tomorrow انگار که فردایی وجود نداره. مثلا من میتونم چی بگم؟ مثلا میخوام بگم you're eating like there is no tomorrow، یه جوری داری غذا میخوری که اصلا انگار فردایی وجود نداره. اگه دیدی یه موقع کسی داشت راجع به پایان دنیا جوک میساخت، دو حالت بیشتر نداره، یا زبانش خیلی خوبه یا خیلی پرت از ماجرا.
خب بریم سراغ جمله دوم. این جمله خیلی جمله جالبیه. من همیشه خودم این تصور رو دارم، میگم هیچ چیزی ترسناکتر از خود آدما نیست. یعنی آدما میتونن 1000 برابر ترسناکتر از هر موجودی روی زمین بشن. میگه the infected are bad but at least they're predictable. It's the normal people that scare me. یه بار دیگه میخونمش آروم. میگه the infected are bad but at least they're predictable. It's the normal people that scare me. جمله خیلی شفاف، خیلی راحت. میگه اینایی که مبتلا شدن بدن ولی حداقل قابل پیش بینی ان. این آدمای نرماله که منو میترسونه. حقیقت هم داره میگه آقا اینا که زامبی ان، اینا که اصلا مشخصه چیکار قراره بکنن، اینا کارشون یه چیزه، ولی آدما رو تو نمیتونی تشخیص بدی میخوان چیکار بکنن و این خیلی ترسناک میتونه باشه، مخصوصا اگر توی موقعیت اپوکالیپس، آخر زمان باشی، اپوکالیپتیک باشی. پس اینجا کلمه اینفکتد داریم به معنای آلوده ها. ما اینفکت داریم، اینفکشن داریم یعنی آلودگی، اینفکشس داریم یعنی چیزی که میتونه چیزی رو آلوده بکنه. کلمه بعدی کلمه خیلی قشنگه به نام predictable. predictable بچه یعنی قابل پیش بینی. predictable یعنی قابل پیش بینی. predict یعنی پیش بینی کردن. I predict that، من پیش بینی میکنم که مثلا حالا هر چیزی. یا مثلا میخوای به یه نفر بگی با تو خیلی قابل پیش بینی، you're so predictable. و کلمه بعدی scare به معنی ترسوندنه. Don't scare me، منو نترسون. صفتش she's scary or I don't know zombies are scary، یعنی زامبی ها مثلا ترسناکن. اینو میتونیم بگیم. لحاظ گرامری بخوایم اینو بررسی کنیم، فقط اون قسمتی که میگه it's the normal people that scare me. It's the normal people that scare me. برای تأکید میتونیم اینو بچه‌ها به کار ببریم. مثلا بگیم که it's the normal people that love me. این آدمای معمولیه که منو دوست دارن. It's my father that، این پدر منه که loves me، منو مثلا دوست داره. یعنی یه it's میاد، بعدش صفت میاد، بعدش حالا اون اسمی که میخوایم بیاد، حتی میتونه اصلا صفت هم نیاد. It's my father that مثلا scares me، منو میترسونه پدرم. اینجور چیزا. قسمت بعدی برای تلفظه که حتما یادتون نره. predictable نیست جون من، نگید predictable پره نیست، predictable. و کلمه بعدی infected. ولی اینجا یه نکته خیلی ریز داره، اونم اینه که کلمه the قبل از infected. the رو ببینید وقتی کلمه‌ای با حروف صدادار مثل I, O, U, E اینا استفاده بشه و کلمه قبلش the باشه، دیگه نمیتونیم بگیم the infected، باید بگیم the infected. این نکته خیلی مهمه که باید شما تو انگلیسی یاد بگیرنش. حتی تو سطوح بالا این اشتباه رو میکنن، یعنی اونایی که مثلا آیز 7 دارن، 7.5 هم دارن، همچین اشتباهی رو دارن انجام میدن. بریم سراغ جمله سوم بچه‌ها. Good. Herein lies the point. Be careful who you put your faith in. The only people who can betray us are the ones we trust. جمله سوم جمله خیلی جالبیه. میگه the only people who can betray us are the ones we trust. دوباره the only people who can betray us are the ones we trust. میگه چی؟ میگه تنها کسانی میتونن به ما خیانت کنن که ما بهشون اعتماد داریم. تو وقتی به کسی اعتماد داری بهت میتونه خیانت کنه. اگر اعتماد نداشته باشی که خیانت هم نمیتونه بکنه. قضیه خیلی شفافه فکر میکنم واقعا. اینجا دو تا کلمه داریم، یکی betray، یکی trust. betray بچه یعنی خیانت کردن. betray یعنی خیانت کردن. betrayal یعنی خیانت. trust یعنی اعتماد کردن. trust تراست نگینا، TR صدای چه میده. trust. پس میگه آدم‌هایی میتونن به ما خیانت کنن که ما بهشون اعتماد داریم. اینجا فقط یه بخش گرامری داره بچه‌ها. میگه the only people who can betray us are the ones we trust. اینجا ما میتونیم از the one that I like استفاده بکنیم. مثلا the one that I want، کسی که من میخوام. the one that I need، کسی که نیاز دارم. از این اصطلاح، از این استراکچر ما راحت میتونیم استفاده بکنیم براش. یه who هم داریم وسط، the only people who، که این هم یک relative clause برای اینکه دو تا جمله رو به هم وصل بکنه. who برای آدم ها به کار میره، مثلا when برای زمان به کار میره، which برای اشیا به کار میره. the only people who، the person who I like، آدمی که من ازش خوشم میاد. بریم سراغ جمله چهارم. No idea what loss is.
Everybody I have cared for has either died or left me. Everybody fucking except for you. توی دنیا آخر زمان واقعا یه همچین چیزی وجود داره. این دقیقا همین جمله است، همینی که شما دارید میبینید. میگه everybody I have ever cared for has either died or left me. میگه هر کسی که تو کل زندگیم بهش اهمیت دادم یا منو ترک کرده یا مرده. از این دو حالت هم خارج نیست. جمله خیلی قشنگیه. یکی care for someone داریم اینجا بچه‌ها. care for someone یعنی به کسی اهمیت دادن، دوست داشتن، مراقب بودن. و یکی هم either یا either، هر دوش تلفظ میشه either or بچه‌ها. either or، یا این یا اون. معنیش دقیقاً اینه. یه گرامر خیلی خاصیه تو زبان انگلیسی و نیتیوا خیلی ازش استفاده میکنن. حتما سعی کنید این گرامر رو تمرین بکنید و یاد بگیرینش. میگه either died or left me. مثلا میخوام بگم ببین این اشتباه تقصیر یه نفر هست. It's either you or her. یا تقصیر توه یا اون. Either or، یا تو یا کس دیگه ای. یا میخوام بگیم یا این یا اون. Either this or that. به همین راحتی میتونی از این اصطلاح استفاده کنی. سعی کن چند تا جمله برای خود باش بنویسی. همین الان چند تا جمله بگو ببین در میاد یا نمیاد. بریم سراغ جمله آخر. میگه a bad reputation doesn't mean you're bad. میگه یعنی کسی که شهرت بد داره به این معنا نیست که آدم بدیه لزوما. بچه reputation اینجا به معنی شهرته و doesn't mean یعنی به این معنی نیست که. کلمه زیاد نداره حقیقتش رو بخواین. a bad reputation یعنی یک شهرت بد. doesn't mean یعنی به این معنی نیست. پس a bad reputation یک شهرت بد doesn't mean به این معنی نیست که تو هستی بد هستی. به همین راحتی. پس یک تلفظ reputation رو داریم. reputation نیست reputation. خب و doesn't mean. یادتون نره یه نکته ریزم بهتون بگم. ما در منفی ها وقتی میگیم doesn't خب تی رو دیگه تلفظ نمی کنیم. نمیگیم doesn't mean، میگیم doesn't. اوکی؟ doesn't هم نیست. doesn't mean. به همین راحتی. یعنی چیزی که اینجا داره اتفاق میفته اینه. میگه آقا ظاهر قضیه همیشه کل قضیه نیست. شاید مثلا یه نفر شهرت بدی داشته باشه ولی آدم بدی امکان داره نباشه. امکان داره یه سری مثلا راجبش همچین چیزی در آورده باشن. قضیه اینجاست کلا. این جمله رو میتونیم نسبت به اونایی بگیم که مثلا اسپیکینگ آیس میخوام بدم و نمرهشون پایینه. به این معنی نیست که تو اسپیکینگت بده. تو اونجا نمرت بد شده. شاید خیلی بهتر از این بتونی عمل بکنی. کل ظاهر قضیه این نیست. خب بریم سراغ نمره دهی به این سریال و ببینیم تو هر قسمتی چه نمره‌ای برای یادگیری زبان میگیره و ببینیمش یا نه. در قسمت لغت واقعا بچه‌ها لغت‌های خوبی استفاده میشه. من بهش نمره 10 رو میدم. از لحاظ گرامری هم خیلی ساده است. نه گرامر خیلی پیشرفته‌ای توش گاهن استفاده میشه، نه گرامر خیلی دیگه ساده‌ام. من اینجا بهش نمره 9 رو میدم. از لحاظ ارزش یادگیری زبانی من بهش نمره 10 رو میدم، چون واقعا نکته منفی نداره. واقعا میگم نمره منفی نداره که تو بخوای یاد بگیری، همه چیش اوکیه. پس بهش 10 میدم. پس در نهایت نمره 10 رو از من میگیره. بچه یادگیری زبان یه 2 ماراتونه، نه 200 متر که تو الان یه قدم برداشتی. الان هم دیگه یادگیری زبان انگلیسی یه تفریح محسوب نمیشه. تو واقعا باید بلدش باشی اگر میخوای در زندگی پیشرفت کنی. الان همه چیز به زبان انگلیسی وابسته است. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، سابسکرایب کن، اون زنگوله رو هم بزن که هر هفته یک سریال جدید و جذاب رو برات قراره بیارم و معرفی بکنم. تو قسمت‌های قبلی هم سریال دیگه رو برات معرفی کردم که از این بالا میتونی ببینیشون. دمت گرم.